الله متعال می فرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. الله تبارک و تعالی به خطاب بلا کیف خویش امر میکنند و خطاب میکنند، راهنمایی میکنند به هر تعبیری که بگوییم. ایتو خطاب میکنند که میفرمایند لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای مسلمین، ای آنانی که شما اهل ایمان هستید، نور ایمان در قلبهای شما درخشیده است، نخورید مالهایتان را در بین خود به باطل. الله تبارک و تعالی نخورید گفته خطاب کردن، یعنی مراد آن است که نگیرید مالهایتان را از در بین یکدیگر از راههای نامشروع. تعبیر به اکل شده است، این به عوض گرفتن خوردن یادآوری شده است، به خاطر اینکه معظم مقصود انسانها از گرفتن همانا خوردن می باشد. از این لحاظ الله متعال به کلمه لا تأکلوا امت مسلمه را مخاطب قرار می دهند. پس مفهوم چنین می شود که ای مسلمین، شما مالهای یکدیگرتان را از راههای نادرست و نامشروع اخذ و حیف و میل نکنید. راههای نامشروع از قبیل سرقت است، غصب است، دزدی است، سود است، رشوه است، یا اینکه قسمهای دروغین یا شهادتهای دروغین است، یا احتکار است. همه این راهها و عملها در تحت این آیه کریمه داخل بوده است.